به نام خدای نور، صدا، تصویر و حرکت. درود به شما بیننده محترم برنامه سینماتوگراف. بسیار خوش هستیم که شما را در کنار خود داریم و برنامه سینماتوگراف این هفته را مهمان خانه شما هستیم. همونطور که میفهمین ما و زندگی بشر کم کم از طرف دنیای سنتی و رسم و رسومات میره به طرف دنیای مدرن و اینجا یک ترانزیشن وجود داره. چقدر خوب است که ما خوبی های دنیای سنتی را همراه خود ببریم به دنیای مدرن تا بتانیم در این زندگی ماشینی که بشر برای خود جور کرده کمی طعم زیبایی، طعم زندگی و طعم آرامش را بچشیم. خوبی های دنیای سنتی مثل دید و بازدید کردن اعضای فامیل و اعضای اقوام و خویشاوندان همراه یکدیگر که یک صمیمیت را ایجاد میکرد، یک سادگی را ایجاد میکرد و دغدغه‌های زندگی و مشکلات زندگی را کم میکرد، بار فشار زندگی را از ما کم میکرد. اما این زندگی سنتی ممکن است یگان بدیهای دیگه هم داشته باشه که کوشش کنیم او بدیها را بانیم در مو گذشته بانه و وارد دنیای مدرن ما نشه. مثل بعضی از رسم و رسوماتی که بی دلیل و بی منطق هستند و بعضی از خرافاتی که ممکن است در گذشته به او اعتقاد داشتن اما پایه‌های علمی و مذهبی ممکنه نداشته باشه. فیلم یک حبه‌قند یک فیلمی است که تعداد بازیگرای او بسیار زیاد است و همچنان تعداد جزئیاتی که ما در این فیلم می‌بینیم، حرکت‌های کامرا، تعاملات اجتماعی که در بین اعضای فامیل در این فیلم وجود داره را می‌تونیم در این فیلم ببینیم و این فیلم یک فیلمی است که به خاطر پیچیدگی‌های زیاد در دایرکتری و در دکوپاژ، پیچیدگی‌های کار و حرکت‌های متداوم کامرا نیاز داشته پیش از این که این فیلم ساخته شود. یک بار ریالسر ساخته شده با کمک نابازیگران. این فیلم یعنی یک نوع فیلمی است که پیش از ساخت یک بار انجینری فیلم انجام شده، حرکت‌ها تثبیت شده، دکوپاژ تثبیت شده و کل چیز فراهم شده، یعنی یک ماکت از فیلم ساخته شده و بعد از او رضا میرکریمی به سراغ این رفته که فیلم خود را بسازه. فیلم یک حبه‌قند فیلمی است که پر از رنگ است، پر از احساس است و پر از لحظات نابی است که بعضی از منتقدین و نویسنده های بین المللی حتی در مورد این فیلم ای را تصدیق میکنن و میگن که فیلم یک حبه‌قند نزدیک میمانه به یک بوم نقاشی یا رسامی که پر از رنگ است و پر از زندگی است. همچنان که خود میرکریمی هم در مورد فیلم خود میگه که فیلم ما به مثل یک فرش ایرانی میمانه که پر از نقش و نگار و رنگ است و یک فیلم یک خطی نیست که داستانش مخاطب را از یک مسیری شروع کنه ببره در یک پیچی که نقطه عطف است دور بده و در پایان یک خطی برسانه. فیلم من مثل یک عوض میمانه که از هر جایش بری وارد شوی میتونی بخشای مختلفی فیلم ببینی. نظر به این صحبت‌های میرکریمی و نظر به نویسنده و منتقدینی که در مورد فیلم گپ میزنن، بهتر است که این فیلم چندین بار ببینیم تا در بخش‌های مختلف و در جزئیات متفاوت این فیلم پی ببریم. پس همراه ما باشین، به سالن سینما میریم و فیلم یک حبه‌قند همراه هم میبینیم. باز همچنان در کنار ما باشین تا که یک گپ و گفت داشته باشیم همراه مهمان عزیز ما و بیشتر در مورد فیلم یک حبه‌قند بفهمیم. فیلمی را که دیدیم به نام یک حبه‌قند بود. همونطور که خبر دارین ما بعد از نمایش فیلم یک گپ و گفت داریم در مورد فیلم و با برخی از جزئیات فیلم میپردازیم که ممکن است در خود فیلم ناگفته باقی مانده باشه و ما هر برنامه یک مهمان داریم و مهمان این هفته برنامه ما یکی از منتقدان خوب سینما ایران هستند، جناب مدقق. بسیار خوش آمدین جناب مدقق، لطف کردین. خواهش می‌کنم. من خدمت شما سلام عرض کنم، به همکارانتون سلام میگم و همچنین به همسایگان خوبمون در کشور مجاورمون افغانستان. درود بر شما. فیلم یک حبه‌قند را دیدیم، فیلمی که بسیار پر از جزئیات و پر از بازیگر بود. اما برای شروع ما می‌خوایم که عنوان بندی که کارگردان انتخاب کرده یک حبه‌قند را
کمی در موردش صحبت بکنیم که چقدر انتخاب خوبی بوده به خاطر عنوان این فیلم. نه ببین آقای میرکریمی نوشته جایی و چند بارم توی صحبتاش گفته، کارگردان فیلم رضا میرکریمی، که یه حقیقاً انتخاب اول دختر ایشون بوده و بعد که ایشون مردد بوده که این عنوان رو انتخاب کنه یا نه، و بعد میبینه که این یکی بخشی از یکی از اشعار سهراب سپهریه، یعنی یکی از آشنایان ایشون به ایشون پیام میده و میگه که این یکی از قسمت‌های یکی از شعرهای سهراب سپهریه که درباره عشق هستش. بله. و آقای میرکریمی میگه که من مصمم شدم دیگه چیکار کنم، این رو انتخاب کنم به عنوان بله. عنوان یا اسم اصلی فیلم. خب یه حقیقاً به نظرم بی ارتباط هم نیستش دیگه، به خاطر نقش همونطور که بینندگان احتمالاً دیدن تأثیری که این در روایت فیلم میذاره، دقیقاً تقریباً در 1/3 پایانی فیلم که بله. کل اون ماجرا رو تغییر میده و موضوع عروسی و جشن و پایکوبی رو تبدیل میکنه به یک دگرگونی کامل در اثر یک حقیقت، یک نقطه عطفی میشه که یک گردش داستانی. آره دیگه، یک در روایت کلاً به لحاظ محتوایی تغییر میکنه دیگه، یعنی جشنی که حالا تبدیل میشه به یک غذا. دقیق است. چقدر این فیلم تانسته که امو محیط فرهنگی خاصی را که قصه به او میپردازه چقدر تانسته به خوبی بیان بکنه؟ ببین به لحاظ لوکیشن فیلم و به لحاظ تعداد بازیگران، به لحاظ میزانسن ها، همه اینها در واقع میشه گفتش که تا اون زمان و به نظر من حتی تا الان، ما این فیلم آخر آقای میرکریمی رو هنوز ندیدیم که در 40مین جشنواره فیلم فجر به نمایش در میاد، هنوز ندیدیم، ولی شلوغ‌ترین فیلم آقای میرکریمی بودش، پربازیگرترین بود. آقای میرکریمی در فیلم قبلی خودش خیلی دور خیلی نزدیک هم محیط کویر رو داره، اما بله. کلاً با 1-2-3 تا بازیگر بیشتر نیستش، در به همین سادگی به همین ترتیب کلش در یک محیط خانه میگذره و یک بازیگر بله بیشتر نداره. در زیر نور و ماه به همین ترتیب تعداد بازیگر رو زیاد نیست. اینجا ما بیشترین تعداد بازیگر رو داریم. از این لحاظ فیلم در کارهایشون فیلم شلوغیه. محیطی که انتخاب شده در واقع خود خونه در تهران ساخته شده، یعنی اون خونه و لوکیشن همه در تهران ساخته شده، به خاطر که هزینه خیلی سنگینی برمی داشت اگر اینها میخواستن در خارج از تهران و در شهرستان کار بکنن. خونه رو در اونجا ساختن. ما جای خوانده بودم که میبخشین دوای نگاهتون، جای خوانده بودم که گفته بودن کارگردانشان که ما چندین شهر هم حتی دیدیم، ولی او چیزی که ما میخواستیم و لوکیشنی که یک حبقا نیاز به او داشته، حتی در فکر کنم در یزد، در کاشان، در دلیجان، بله هم کاشان و یزد اینا رو میگردن پیدا نکردن. آره و بعد جایی که پیدا میکنن هم باز میبینن که خیلی هزینه برمیداره به خاطر رفت و آمد و همه اینا و سخته و امکانات نیست، میان و اون خونه رو در تهران میسازن، تغییرات رو میدن، اون قسمت انبار رو و تمام اونجا یا اون قسمت به اصطلاح شاهنشین بهش میگن، همه اونا رو میسازن. ولی چند نما رو ما از بادگیرای شهر یزد میبینیم که تاکید میشه روی لهجه بازیگران خیلی به حال مهم هستش. اون نوعی در واقع اون حال و هوای فرهنگی اون مردم و اون خطه رو در واقع منتقل میکنه که خب استفاده کرده بودن از کسانی که به این لهجه آشنا هستن، صدای و لهجه گفتگوی مردم یزد رو ضبط کرده بودن، آورده بودن که بازیگرا بشنون و بتونن در واقع تمرین کنن. چقدر ما داریم فضای قصه‌ای که لوکیشن در یک لوکیشن روستا ممکنه باشه یا لوکیشن مربوط یک خطه خاصی از یک کشوری باشه، یا ایران یا جای دیگر، اما او کار بومی سازی نشده یا بومی نویسی نشده. یک سری معیارهایی داره این بومی کردن کار که ما در یک حبقا دیره میبینیم که موفق بوده. چه امون معیارها را اگه اشاره بکنین و اینکه چه قسمی تانسر کارگردانش جناب میرکریمی؟ خب خیلی زیاده دیگه. ببین تمام آداب و رسومی که از خود اون قند شکستن هستش، چیز مسائلی که در واقع شاخصهای فرهنگی مردم ایران به ویژه در اون منطقه محسوب میشه رو ما میبینیم. از شما حالا از چیزهای بیرونی تر مثل لهجه شما بگی، نوع روابط رو بگی، تا مثلا هندونه تو آب انداختن، میوه تو آب انداختن، خود تمام اون حال هوایی که در خود خونه وجود داره به لحاظ معماری،
کوچه های اطراف، البته فضا خیلی بیرون از اون خونه نمیره، چند نما بیشتر نداریم که در بیرون از خونه باشه، ولی حتی خود اون معماری اونجا کمک میکنه. خود نوع مجلس عروسی و مجلس عزا، غذاهایی که گذاشته میشه، میوه هایی که گذاشته میشه. ببین یزد شهر شیرینیه و ما این رو در فیلم به کرات ببینیم، چه شیرینی هایی که برای عزا هستش، چه همون شیرینی هایی که میاد برای قبلش بوده برای عروسی. خب مجموع اینا شاخص های فرهنگی رو میسازه. اون چیزی که شما اسمش رو میذاری در واقع بومی سازی، من اسمش رو میذارم یک جور در واقع واقع گرایی. واقع گرایی برای در واقع نزدیک شدن و خلق یک جور حال هوایی سنت هایی که الان شاید دیگه خیلی برای ما به نظر دور از دسترس میاد، شاید دیگه خیلی در واقع ایرانی‌ها رعایتش نمی‌کنن یا فکر می‌کنن دیگه مربوط به گذشته است، ولی اینا خیلی خوب ثبت و ضبط شده. برمیخواد وقتی فیلم رو نگاه می‌کنی رو همون مسئله که اسمش می‌ذاری بومی سازی، یک جور حس حال در واقع به اصطلاح غم گذشته یا حس حال راحت‌تر بگم مثلا حس حال نوستالژیک به آدم دست میده، یعنی چه آداب و سنت‌هایی ما داشتیم. ای برای مخاطب ایرانی ممکن است که این اتفاق نوستالژیک برش پیش بیاید، اما ما متنایی را از نویسنده خارجی من خوانده بودم یا منتقدای دیگه و فکر میکنم مردم سرزمین ما هم همین نظر داشته باشن. ما با یک کاری مواجه هستیم که جزئیات یک فرهنگ و زیبایی نقش میکنه و ما بسیار معلومات میگیریم از رسم و رسوماتی که شما برش اشاره کردین پیشتر. در مورد قصه گویی و ای که ما با جزئیات فراوان و شخصیت های فراوان و بک‌گراند تک تک شخصیت ها به یک شکلی آشنا میشیم، در این روند یا در روند روایت کردن ای چقدر موفق بوده؟ ببین آقای میرکریمی در کاراش به موضوع رابطه انسان‌ها با هم میپردازه، یعنی خلأ ارتباطی و خلأ عاطفی. حالا عاطفی شاید خیلی دقیق نمیشه، اما خلأ ارتباطی رو من بیشتر میذارم. آدمای میرکریمی معمولاً دشواری دارن در ارتباط گیری با همدیگه. اینو مثلا در خیلی دور خیلی نزدیک می‌بینیم، رابطه پدر و پسر که در پایان میرسه به اون جایی که پسر پدر رو در واقع نجات میده. در به همین سادگی اون خانوم با همسرش و اطرافیانش. در فیلم دختر به همین ترتیب رابطه باز بین پدر و دختر. در خیلی فیلم‌های دیگه ایشون بحث ارتباط و ناکامی در ارتباط یا دشواری در ارتباط گیری که بعداً این به مرور بهتر میشه، یعنی شخصیت‌ها به یک درک متقابلی از هم میرسن، در فیلم‌های ایشون وجود داره. در همین یه حبه قندم به همین ترتیب هستش. در یه حبه قندم ما میبینیم که دختر و دایی نمیتونن با همون ارتباطه رو برقرار کنن. لحظه‌ای هم که دختر میاد میشینه که حرفش رو بزنه به دایی، ناکام میمونه، بلند میشه، بلافاصله چی میشه؟ دایی فوت میکنه. یک حبقند کار خودش یک حبقند کار خودش رو میکنه. یا حتی دختر در رابطه با اون کسی که معلوم نیست به هر حال اینا همدیگر رو دوست دارن، بله. یا چرا ناکام مونده این عشق. این در واقع خلاهای ارتباطی رو ما در کارهای آقای میرکریمی ببینیم، هرچند که در پایان یک حبقند پسندیده یا اونچه که تو فیلم بهش میگن پسند به این درک میرسه یا در واقع مادرش رو شاد میکنه، این تصمیم رو میگیره که نه لازمه به احترام دایی هم که شده مدتی عروسی چیه به تأخیر بیفته. چقدر خوب تا این قسمت کار پیش آمدیم. اگر موافق باشین یک چای بنوشیم و یک وقفه بگیریم، باز پس میاییم در ادامه گفتگو در کنار ما باشید. بسیار خوش آمدیم به برنامه خودتان. همونطور که خبر دارین گفتگو داشتیم پیرامون فیلم یک حبقند که یکی از منتقدان خوب سینما ایران در کنار خود داریم در استودیوی سینماتوگراف، جناب مدقق. امیدوار هستم که مانده نشده بودین نباشین در این قسمت. ما تا طبق صحبت‌های شما تا جایی پیش رفتیم که پسندیده میایه و یک تصمیم نو میگیره. از اون بعد میتونیم داشت صحبت روایت بود.
بخواستم بگم که روایت در بسیاری از فیلم‌های آقای میرکریمی و از جمله در همین یه حبه قدر مبتنی به این خلأ ارتباطی بین افراد هستش. خب این رو در همین فیلم هم به خوبی پیش میبره. فقط باید این نکته رو در نظر بگیریم که در بین خود خانم‌هایی که در فیلم حضور دارن ما این موضوع رو نمی‌بینیم. یعنی در بین خواهرها ما می‌بینیم ارتباط خیلی خوبه، در بین در واقع بچه‌ها با خانم‌ها ارتباط خوبه. اون چیزی که بیشتر اینجا این خلأ به چشم می‌خوره رابطه بین خانم‌ها و چیه و آقایون هستش. ما بینیم که دو تا از خواهرها در واقع مشخصاً با همسرانشون دچار مشکل هستن. آره. و بعد باز همه در برابر اون نیروی بزرگتر که از دایی در واقع برمیخیزه به یک نوعی تسلیمش هستن تا اینکه بالاخره اون اتفاق میفته. من یادمه که در اون سالی که فیلم در جشنواره به نمایش در اومد، فکر میکنم جشنواره سیوم بود اگر درست یادم باشه، یعنی بهمن 1390 شمسی میشه، من مطلبی نوشتم درباره فیلم های جشنواره، عنوانش بود پاییز پدرسالار و توش به همین فیلم یه حبه قندم اشاره کرده بودم که به نوعی پدرسالاری، حالا در خیلی از فیلم ها اون موقع این اتفاق میافتاد، به نوعی پدرسالاری از بین میره و پسندیده خودشه که حالا دیگه تصمیم میگیره برای سرنوشت خودش که در نبود دایی چه بکنه و معلوم هم نیست واقعا چه خواهد کرد. آیا بعد از در واقع گذشت 40 روز میره و به خارج از کشور در واقع به آمریکا با اون کسی که حالا نامزدش بوده یا نه میمونه اینجا در کنار قاسم یا احتمالاً یک تصمیم دیگه میگیره. درود بر شما. در مورد سینماتوگرافی کار که ما بسیار رنگ میبینیم در این تصویر و تلفیق شده با دکوپاژ پیچیده‌ای که بسیار هم حرکتی است، هم کامرا بلاکینگ خاصی داره، اکتور بلاکینگ خاصی داره، کاراکترها چیدمان فضایشان یک تم بسیار منحصر به فرد داده با یک حبه قند. موردی چه نظر؟ بله، آقای خوزوی ابیانی به هر حال فیلمبردار فیلم، جزو فیلمبرداران بسیار درجه یک ایران هستند، جزو بهترین های سینمای ایران هستند. کارشون در همین فیلم هم بسیار قابل توجه هستش. همین موردی که شما گفتی بسیار هماهنگ با کارگردان کار کردی. اصلا یکی از ویژگی های درخشان فیلم یه حبه قند قطعا فیلم برداریش هستش. یعنی اگه حالا محتوا و روایت و اینا رو بذاریم کنار، فقط بخوایم به لحاظ فنی نگاه کنیم، در درجه اول یکش میشه فیلم برداری یا اونچه که شما بگید به اصطلاح سینماتوگرافی. خب یادمه باز در همون دوره جشنواره فجر هم خیلی صحبت شد درباره کار درخشان آقای خوزوی ابیانی و به نظر من یکی از اشتباهات اون دوره جشنواره بود که کلا این فیلم نادیده گرفته شد، در این حال که فیلم خوبی بود جایزه‌ای نگرفت. کار آقای خوزوی ابیانی هم متاسفانه دیده نشد، ولی در همونجا در بین منتقدان از جمله خود ما که توی نشریات رأی دادیم به فیلمبرداری ایشون رأی دادیم. بله خیلی قابل توجهه. ما رنگ زیاد می‌بینیم در این فیلم. ای که ما مقدمه یک محفل خوشی را داریم، طبیعی است که دایرکتر تصمیم بگیره که رنگ زیادی را به رخ بکشه و او فضای شاد و اکتیو و پر انرژی را و پر بازیگر را نشان ما بده. اما وقتی که یک عزا صورت میگیره بازم رنگ بندی های شوخ و شاد زیادی داریم. ای فکر میکنین که با کار ضربه زده یا ممکنه که نقطه قوت نه باشه؟ خب واقعیتش اینجوری نیست. این در واقع چیزیه که در فرهنگ ایرانی هم هستش. فکر کنم شاید خیلی از آنچه که در افغانستان هست ما دور نباشه. ببین در وقتی که این اتفاق میفته، اولا که رسمی که میگن که همونجا در فیلم گفته میشه که به عروس میگن لباس سیاه نپوش و پسندیده رعایت میکنه تا اون فصل آخر که میاد و سر سفره میشینه و دیگه تصمیمش گرفته که لباس سیاه بپوشه. بچه‌ها قرار نیستش که لباس سیاه بپوشن. در فرهنگ ایرانی هم هیچ وقت بچه‌های خردسال در عزا لباس سیاه نمیپوشن، خیلی به ندرت. زندایی قرار نیست اساساً با خبر بشه، در چه محیط او رو طوری نگه میدارن تا که در واقع اصلا متوجه نشه که همسرش فوت کرده و به همین خاطر که در اطراف اون چیزی تغییر نمیکنه. ضمنی که در فرهنگ عزاداری ایران
ما میبینیم که مثلا درسته که خرمای سیاه داده میشه، اما اونم خودش یک پاپیون، یه رنگی، اون پاپیونش یه رنگی داره. یعنی اینجوری نیست که همه چی سیاه مطلق بشه، نه، همون هم باز تزیین میگیره، شکل میگیره و توی این فیلم هم همین رو میبینیم. نکته‌ای که در اینجا باید باز به لحاظ روایی میخوام بگم یا مضمونی یا درونمایه در واقع میخوام بهش اشاره کنم، اینه که شاید برخی از، حالا شما خیلی نزدیک به فرهنگ خود ما هستید، شاید برخی از خارج کسانی که مثلا در غرب فیلم رو دیدن که زیادم دیده شده در غرب متوجه نشدن، اونم که فاصله کوتاه بین شادمانی تا جشن شادی و با جشن عزاست. آره، بله. می‌بینید در حد هم خوردن یک حبه قنده که جشن شادی بلافاصله تبدیل میشه به جشن عزا به اندازه یک تار مو ما به اصطلاح میگیم و این دگرگونی درش وجود داره، اما در هر دوتاش ما رنگ رو داریم. من فکر میکنم که تعمد بوده در این کار که میخواه امو فضای حزن‌آلود کمی پررنگتر بکنه. یعنی ما میبینیم که کسایی هم که کالای مشکی پوشیدن از زیر همون تزیینات عروسی که رنگارنگ از فضا را گرفته از زیر او رد میشه. یعنی خواهی نخواهی او رنگ به فضا داده که بازم شاید تاکید بکنه با مخاطب دیدی که چه ترانزیشنی شد از خوشی به شادی. ولی اگر نمیخواستی کارا بکنه، من فکر میکنم شاید با کالر کارکشن یا تصحیح رنگ میتونست که صحنه‌های بعدی را کمی کانتراست کمتر. نه، من فکر کنم عمدی این کار رو کرده بوده، یعنی اساسا عمدی بوده، چون هنوز پسندیده تصمیم نگرفته که میخواد چیکار کنه. حتی صحبت این هستش که قبل از مراسم 40، یعنی ظرف 2-3 روز بیاد و بره، چون قراره که برن اونجا مصاحبه کنن برای گرفتن ویزا و اینها. ضمنی که اساسا اینقدر قضیه اتفاقیه که خب منطقی نیستش که، یعنی میشه فرض کرد که خانواده اصلا فرصتی پیدا نکرده که اینها رو تزیینات رو جابجا بکنه. اینی که اونا و شاتی که بالاخره پسندیده را از خانه بیرون میکشه کارگردان. من فکر میکنم چون یک بار میخواست مشورت بکنه با مامایش که دایی میگین شما، همراه مامایش میخواست که مشورت بکنه اما موفق نشد، نموند که گپ بزنه. و در اون صحنه فکر میکنم این قسمی برای ما معنا داد که تنها باید تصمیم بگیره و تنها باید سرنوشت خود انتخاب بکنه که آیا پشت قاسم میره یا پشت اون نامزدی میره که در خارج از کشور است. بله، همینجوری. چیز دیگه اگه در مورد فیلم در نظرتون میاد به عنوان صحبت پایانی یا جمع‌بندی؟ ببین، من فقط به بینندگان همسایه‌مون افغانستانیای عزیز توصیه میکنم، یا به ویژه اونایی که علاقمند به سینما ایران هستن، که فیلم مسافران رو هم ببینن، ساخته آقای بهرام بیضایی، که از لحاظ مضمونی شباهت داره به همین فیلم که البته تقریبا 10 دهه قبل از این هم ساخته شد. در اونجا هم یک مجلس عروسی بلافاصله تبدیل میشه به یک مجلس عزا. و فیلم دیگه ای که اگر درست یادم مونده باشه عروسی ریچل، که اونم یک نمونه خارجیه. در اونجا هم البته اون تبدیل عروسی به عزا خیلی نیست، ولی اونم همین حال هوا رو داره. فکر کنم این 3 تا فیلم رو اگر ببینن، 2 تا فیلم ایرانی و اون فیلم آمریکایی رو، بشه به یک جنبندی یا یک تحلیل مقایسه‌ای رسید، یه تطبیق مقایسه‌ای در واقع اینها رو با هم برباد رفتم. فکر میکنم که یک چیزی شبیه به این. خب برباد رفته خب خیلی دیگه کلاسیکه و خیلی فیلم بلندیه اونجا، در اونجا اون آره اون، ولی اینایی که دارم میگم خیلی معاصرن. 2 تاش که اساسا ایرانیه، اون یکی عروسی ریچل هم خیلی تو همین تقریبا همین زمانها ساخته شده. بسیار عالی. تشکر از اینکه لطف کردین و دعوت ما رو قبول کردین در برنامه سینماتوگراف آمدین. بیننده‌های عزیز، این بود این برنامه از سینماتوگراف و گفتگویی که داشتیم پیرامون یک فیلم خوش ساخت و پر جزئیات و رنگارنگ به نام یک حبه قند. در کنار ما باشید در برنامه‌های بعدی سینماتوگراف. شما را به خدا می‌سپارم. درود بر شما. خواهش می‌کنم.